میشه خواهش کنم به خاطر عید قدیر خان بزرگی کنی، چون این حادثه اینقدر غم انگیز شما بپردازید ما هم من یه خاطره خنده‌دار اتفاقا میخوام از مکه بگم. فداتون بشم. من به اتفاق مادرم دخترم المیرا حدود 11 سالش بود و خانومم مشرف شدیم مکه سال 78. بله آقا همه داشتیم میرفتیم که بریم اعمال انجام بدیم. یهو من و المیرا دیدیم یه تلویزیون فروشی تو خیابون داره راز وقا نشون میده، از این تلویزیون LCD بزرگا. اون صحنه ای هم بود که سوسماره میاد گوزنه رو میکشه تو آب. بله. کروکودیلی گوزنه رو میکشه تو. ما ولو شدیم، من با حوله، المیرا با چادر سفید، تو پیاده رو ولو شدیم، راز وقا نگاه میکردیم. رئیس کاروانمون دنبال ما میگشت، ما رو پیدا کرد و گفت آقا کجایی؟ همه منتظرم، بیا بریم. و اومدیم بریم. رفت یه طلا فروش بغل همین تلویزیون نبود، من وایسم یه خورده بهتره آقا سید. طلا فروشه یه پسر بیریخت دراز داشت، صورت از این صورت کویریا، جوشای سرزرد چرک، عرب دیگه. عربی حرف زد با رئیس کاروان، گفت جریان چیه کیه؟ گفت این اکبر عبدی هنرپیشه مثلا گنده ایران، کمدین ایران. گفت اون خانم، گفت اونم دخترشه. چشش دختر ما رو گرفت، یهو برگشت گفت اگر دخترش مثلا بذاره اینجا من هم وزنش طلا میدم برای پسر من. خواستگاری کرد. آره گفتم به خودش بگو من هم وزن خودش و پسرش میرینم. استاد عبدی هستم. خواهش میکنم. اینجا الان شبکه 3 سوت میزنه. ارادتمند شما هستیم آقای عبدی هستم. قربان شما. نه من خواستم دروغ نگفته باشم. خیلی ممنونم، خیلی خوب بود، مرسی، متشکرم، فدای شما بشم. همتون رو دعوت میکنم به تئاتر کمدی خودم همین بغل. بله. سردار جنگل. انشالله میان اونجا ساعت 9 تا 11. استاد عبدی نمیذارن حرف بزنی، حرف بزنی میندازنت بیرون. من نوکر شما هستم. قربان شما. قطعا میان تئاتر شما رو میبینن. باشه. انقدر شما دوست داشتنی هستین که و مهربان. هر کس از کار ماشاءالله 100 تا کار حداقل کمدی داشته از اخراجی ها لذت برده دست بزنه ببینم. شما انقدر دوست داشتنی هستین، انقدر بزرگوار هستین.